دلایلی باعث رد شدن اسسمنت ویزاهای مهارتی استرالیا میشه؟ در این ویدیو میخوایم به 3 تا از اونها بپردازیم. یکی از دلایل اصلی رد شدن اسسمنت از سازمان‌های ارزیاب ارائه مدارک جعلی کاری هست. سازمان‌های ارزیاب از روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوتی برای صحت سنجی مدارک استفاده می‌کنند، از جمله تماس آفیسرین ارزیاب با متقاضی یا کارفرما، برای بازرسی از محل کار متقاضیان هست، یا حتی ممکنه درخواست دسترسی به پورتال بیمه رو برای بررسی سوابق بیمه داشته باشند و عدم احراز واقعی بودن سوابق بیمه باعث رد شدن اسسمنت میشه. همچنین کپی برداری در نگارش اپیزودها در ارزیابی مهندسین و اعتماد به افراد برای نوشتن اونها میتونه باعث ریجکتی اسسمنت بشه. علاوه بر اینها، انتخاب مناسب ترین کد شغلی با در نظر گرفتن حوزه فعالیت شرکتی که فعالیت داشتید میتونه تعیین کننده ارزیابی مثبت یا منفی متقاضیان باشه. برای دریافت مشاوره تخصصی کلمه مشاوره رو برای ما کامنت کنید.